روزگارتون بخیر باشد بینندگان و دوستداران فوتبال، مخصوصا اون نفرانی که به چمپیونات تاجیکستان میل و رغبت دارند. امروز ما و شما را بازی بسیار مهم و دیدنی منتظر است. دربی شهر دوشنبه میان دسته‌های استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش. البته این بازی است که شاید تقدیر قهرمانی را حل نماید، چون که هر دو دسته در جدول مسابقات امتیازهای برابر دارند و متناسباً در زینه یکم و دوم موقع گرفتند. گرچه که استقلال حالا دو بازی ذخیروی نیز در حساب دارد، کلوب مرکزی ورزشی ارتش هم یکی بازی ذخیروی در حساب دارد و از روی همین حالا اگر به موقع گیری دسته و نظر افکنیم، گرچه که استقلال گفتیم دو بازی کمتر دارد، اما شماره امتیازش با دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش برابر است و اگر امروز در 40مین دربی شهر دوشنبه میان دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش توانند که دوشنبگی ها پیروزی به دست آورند، پس آنها میتوانند که امتیازشان را از کلوب مرکزی ورزشی ارتش بیشتر گردانند و موقعشان را در صدر جدول مسابقات استوار گردانند. گپ سر این هم هست که کلوب مرکزی ورزشی ارتش تا هنوز نتوانسته است که در موسم امسال مواجه شکست شود و دو دسته شهر دوشنبه در موسم امساله لیگ عالی حالا هر دو هم شکست ناپذیر هستند و امروز این دو دسته با هم مبارزه میبرند و ما و شما میبینیم که کدام از این دسته امروز مغلوب میشوند یا این دسته دو رنگ میکنند. البته ما و شما را چند لحظه پس که این بازی آغاز میشود یک جای تماشا میکنیم. اینجا رستم یتیموف به ما و شما نشان داده میشود که فکر میکنم این آخرین نشستن او در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه است، چون که امروز رسما رستم یتیموف از دسته استقلال به دسته راستوف روسیه گزارش کرد و مبلغ گزارش یتیموف $250,000 آمریکایی را نیز تشکیل میداد. بالاخره پس از 6 سال هنرنمایی در هیئت دسته استقلال یتیموف ترک این دسته کرد. البته در دوام 6 موسم ما هنرنمایی عالی رستم یتیموف را در هیئت استقلال دیدیم و او توانست که از خود هنر و مهارت والا نشان بدهد و باعث یک دروازه‌بان بهترین، البته او در عرصه جهان نیز فوتبال تاجیک را معرفی کرد بود. البته در مورد رستم یتیموف ما حالا در ادامه گزارش مستقیم خش بازم حرف خواهیم زد و اینجا ما و شما اکنون باید آهسته آهسته فوتبال بازانی هر دو دسته را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه استقبال میگیریم. امروز شماره مخلصان از طرف کلوب مرکزی ورزشی ارتش و از طرف دسته استقلال هم هستند و اینجا با ما و شما رستم سایروف نشان داده می شود که امروز بنابر سبب گرفتن کارت سرخ به دسته استقلال کمک رسانیده نمیتواند. بیا دوستان ارجمند، اکنون بازیگران هر دو دسته را استقبال میگیریم. بازی دور دهم لیگ عالی، بازی مرکزی دور میان دسته استقلال شهر دوشنبه و کلوب مرکزی ورزشی ارتش. بازی بسیار هم مجلا، بازی بسیار هم دیدنی، بازی بسیار هم خاطرمان خواهد بود و از یک شما دعوت به میان میاریم که در نزد اکران‌های خویش باشید و این بازی را پیگیر باشید. اکنون پس از صدا دادن سرود ملی ما باز گزارش مستقیم خویش را از جریان بازی میان دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش ادامه میدیم و حالا باید به سرود ملی جمهوری تاجیکستان گوش میاندازیم. مخلصان عزیز، این زمان سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد. خواهشمندم همه از برخیزید. کشیدیم
دوستان عزیز، اکنون گزارشی مستقیم خش رو از بازی مرکزی دوره دهم لیگ اولی میان دستاوی استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش ادامه میدیم. ما هم از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه این بازی رو به طور مستقیم البته منظوری شما گردانیده هستیم. حالا کاپیتان‌های هر دو دسته علیشیر جلیلوف از هیئت دسته استقلال و از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد کامران میرزاخان در نزد داوران بازی هستند. داوری اساسی بازی امروز از شهر دوشنبه سیارجان زین‌الدینوف است. البته امروز در این بازی سیستم ور هم فعالیت میکند و میتواند که در روند بازی حالتهای بحثناک رو البته حل و فصل نماید. گفتم که دسته‌های استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش امروز مراتبه چیلوم است که با هم روبرو می شوند و در 39 بازی که قبلا دسته ها انجام داده بودند 27 غلبه به فایده استقلال است. تنها 4 غلبه دارد دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش، 8 مساوی و تناسبی توپا باشد 82 بر 22 است. حالا هیئت دسته استقلال روی تصویرهای ما و شما پیدا می شود. البته در ادامه گزارش خویش من پرتر در مورد هیئت دسته به شما خواهم گفت و حالا باشد بیاید به دیگر جزئیات بازی متوجه میشیم. گفتم که بازی مرکزی دوره دهم است. هر دو دسته در جدول مسابقات امتیازهای برابر را صاحبند، 21 امتیازی دارند. استقلال از لحاظ تناسب توپا و بازی کمتر در صدر جدول مسابقات است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در زینه دوم موقع گرفته است و از دسته استقلال دیده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش کمتر به دروازه خویش گل سر داده است. آنها 3 توپ از داخل دروازهشان گرفتند، دسته استقلال باشد 4 توپ و به همین ترتیب این دو دسته تا دوره دهم حالا شهد باخت را در لیگ اولی نچشیدن. هر دو دسته تنها مساوی و غلبه ها در حساب دارد و هر دو دسته هم از زمره مدعیان اساسی قهرمانی در موسم امساله چمپیونات تاجیکستان محسوب میشوند. و ببینید که مخلصان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در کنار راست ورزشگاه و در کنار چپ باشد مخلصان دسته استقلال امروز جمع آمدند و امروز شهر دوشنبه عید دارد. البته امروز ما شاهد دربی خواهیم شد، دربی که البته بازی مرکزی و بازی مهم محسوب می شود. همه چیز برای برگزاری بازی آماده است. ما تنها منتظر صدای اشتک داوری اساسی بازی سیارجان زین‌الدینوف هستیم تا او صدای اشتکش را بلند نماید و بازیگران دسته استقلال از مرکز میدان بازی را شروع نمایند. همین دوره می شود. بازیگران دسته استقلال از مرکز میدان بازی را شروع می کنند و بازی مرکزی دوره دهم چمپیونات تاجیکستان میان دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش هم آغاز می شود. بینندگان گرامی به هیئت دسته متوجه میشویم و بعداً باز در مورد دیگر جزئیات بازی به شما خواهیم گفت. اکنون از هیئت دسته استقلال آغاز میکنیم. در خط دروازه است امروز شماره 99 محی‌الدین حسنوف. در خط دفاع بازی میکنند در کنار راست شماره 3 تبریز اسلاموف، در کنار چپ باشد شماره 28 کیتا سوزوکی، در مرکز هستند رقم 6 امیربک جورابویف و رقم 33 باشد ایوان نووسلیک. در مرکز هستند تحت شماره 8 در کنار راست دنیس بگانویچ، در مرکز باشد رقم 80 موریلو د سوزا، در کنار چپ باشد کاپیتان دسته شماره 10 علیشیر جلیلوف. در خط حمله هستند در مرکز رقم 9 بهترین نشانزن چمپیونات تاجیکستان تا دوره دهم بلستینگ الکه، در پهلوی او باشد در کنار راست رقم 13 امدانی کمالوف و در کنار چپ باشد شماره 11 شروانی مباتشوف. سرمربی دسته استقلال است متخصص گورجی نیکولا لازارویچ. اکنون بیاید به هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش متوجه میشویم. در خط دروازه است تحت شماره 1 شاروخ جان اشبوتایف، در خط دفاع هستند شماره 10 بکیند بیلونگ جرارد، شماره 4 کامران میرزاخان، کاپیتان دسته تحت شماره 20 باشد کامران ابراهیموف، رقم 3 بختیار عظیموف. در خط نیم حافظه هستند رقم 6 شیروز شریفوف، رقم 28 باشد انانی جولیوس کواسی، رقم 21 وایسیدین سفاروف، یکی از بازیگران سرمحصول این موسم در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش
رقمی 11 باشد محیدین نادیلوف در خط حمله هستند. بیاید امکانیت برای بازیگران دسته استقلال و اینجا چگونه امکانیت بود از جانب بازیگری دسته استقلال دنیس بگانویچ. ببینید که ضربه زده او بلندتر از تیر دروازه میدان را ترک میکند. اگر کمی دیگر پستر ضربه میزد اینجا دروازه‌بان شاروخ جان نشبوتاف یگان امکانی برگردانیدن آن را نداشت و انتظار نبود که بگانویچ چنین ضربه میزند و اینجا هم اولین فرصتی خوبی گلزنی در بخوری امروزه از بین میرود. در خط حمله دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است گفتیم شماره 18 عبدالله شریپوف و رقمی 77 باشد بهادیر عبدولیف. سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شمس‌الدین قاسموف یک از مربیان جهان که این موسم البته تا جای در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش در چمپیونات کشور هنگامه آفریده ایستاده است. اکنون بیاید داوران بازی رو به شما آشنا می‌سازم. داوری اساسی بازی سید جان زین‌الدینوف است از شهر دوشنبه در دو کنار به او کمک می‌کنند. از شهر نورک اسماعیل نورالیف و از شهر دوشنبه فرهاد کورالوف. داوری احتیاطی باشد امیرجان خارکاشوف از شهر دوشنبه است. در نزد وار باشد خورشید دادابویف و وفا قرایف با همراهی زوهل خوجا نظرова امروز نشستند. شورای شما باشدمند فریدون سفرزاده هستم. اولین ضربه کنجی در بخور امروزه به فایده دسته استقلال. علی چرجلیل ارسالی او به داخل جریمه‌گاه امکانیت است برای بازیگران استقلال و اینجا نمیتواند امدانی توپ را در میدان نگاه بدارد. گفتم که امروز دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش باری 40 است که با هم بازی میکنند و ما و شما مرتبه 40 است که الکی شاهدی دربی شهری دوشنبه میشیم. اولین بازی دسته در سال 2024 است و ببینید که اولین بخوری دسته هم چگونه هیجان بخش و چگونه مهم و حساس خواهد بود. فشار میارند صاحبان میدان اکنون در دقیقه اول بازی جانب دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش. البته دقیقه اول بازی آزمایشی هم هست. دسته کوشش میکنند که یکدیگر را تا جای بازی یکدیگر را آموزند و بعدا از موقعیت های ضعیف یکدیگر کار بگیرند. با تو بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش توسط کناری چپ دسته کوشش کرده است روی هجومش را اندازی نماید. با تو بس اینجا محیدین نادیلوف ارسالی او به کناری راست امکانیت برای تفنگداران به میان میآید. ضربه هم زده میشود و اینجا برطرف میکند امیربک جورابویف. اکنون گفتم که رستم یتیموف دیگر شریف دسته استقلال را حمایت نمیکند. این بازیگر به هیئت دسته رستم زیر راهنمایی سرمربی والری کارپین به تصویب رسانیدند. مبلغ گزارش دروازه‌بانی دسته استقلال به تیم رستوف زیاده از $250,000 آمریکایی را تشکیل می‌دهد. باید قید کرد که رستم یتیموف از تابستان سال 2018 در هیئت استقلال هنرنمایی می‌کند و در این مدت با دسته یتیموف توانسته است که قهرمانی بسیار کرته تاجیکستان شده، همچنین صاحب جام تاجیکستان و سوپر جام تاجیکستان می‌گردد. در یک جایگی با دسته به مرحله 1/8 لیگ قهرمان‌ها لیگ کنفدراسیون فوتبالی آسیا در سال 2021 راه یافته بود و همچنین دروازه‌بانی اساسی تیم منتخبی تاجیکستان نیز محسوب می شود رستم یتیموف. گرچند که یتیموف اکنون به دسته رستاو رفت اما او هنرنمایش را در هیئت تیم ملی ادامه می‌دهد و در بازی‌های منتخب تاجیکستان باز ما یتیموف را در هیئت اساسی خواهیم دید. همچنین بهترین دروازه‌بان و بهترین فوتبالباز تاجیکستان را در سال 2023 رستم یتیموف صاحب شده است. البته امسال هنرنمایی که رستم یتیموف در هیئت استقلال داشت در لیگ قهرمانان آسیا در بازی مقابل النصر که در شهر ریاض در بازی دوری دوم که ما هنر و مهارت اولی یتیموف را در بازی مقابل کریستیانو رونالدو و هم دسته او گردیده بودیم تا جای برها خشم رونالدو را با بازی جالبش به میان آورده بود رستم یتیموف و همانجا باز هم توجه به یتیموف بیشتر گردید و هرچند در وسایل اخباری و خبرهای هم نشر می‌شدند که شاید ما یتیموف را در اروپا و یا در هیئت دسته عربستانی سعودی بینیم، اما این رخ نداد و یتیموف به لیگ برتری روسیه رفت. حالا اکنون روی تصویرهای ما و شما رستم یتیموف نشان داده می شود که شاید
آخرین بازی او در هیئت استقلال هم باشد. البته او به هیئت اساسی تیم وارد نگردیده است و امروز به حیث مهمان فخری در پهلوی دیرکتوری ورزشی دسته استقلال سابق فوتبال بازی با مهارت تیم استقلال و منتخب تاجیکستان نوریدین دورانوف نشسته است. اکنون فشار میارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. وقتی که رستم یتیموف به هیئت استقلال شامل شده بود او آنجا نیکولا ستوشیچ رو عوض کرده بود، یکی از بهترین دروازه‌بان‌ها که در هیئت استقلال همون زمان هنرنمایی میکرد و با دسته استقلال توانسته بود که 2 مرتبه به فینال جام کنفدراسیون فوتبالی آسیا هم راه یابد. و با گذار شدن وقت البته باز میتوانند بازیگران دسته خویش را عوض نمایند. حالا محمدین حسنوف در هیئت اساسی دسته استقلال است و همچنین خبرها هم هستند که جایگزین رستم یتیموف در هیئت استقلال نه محمدین حسنوف بلکه اولگ باکلوف خواهد بود. این بازیگر شهروندی جمهوری تاجیکستان را نیز دارد و در هیئت دسته اوفا هنرنمایی میکند. بلندی قدش 201 سانتی متر است. در تبوشار در ولایت سوق به دنیا آمده است. 29 سال دارد و خود الیگ باکلوف گفته است که آماده است برای در هیئت تیم منتخب تاجیکستان نیز هنرنمایش رو ادامه بدهد و دستپرور فوتبال سیزران می باشد. در هیئت این دسته هنرنمایی کرده است. بعدا در هیئت دسته کریلیا سویتوف، اورال، کاماز هنرنمایی کرده. شرف دسته اوفا را در لیگ دوم چمپیونات روسیه نیز حمایت میکرد. البته این حالا تنها خبرها است که در سرخط رسانه‌های خبری چرخ میزنند و ما و شما در ادامه میبینیم که جایگزینی یتیموف در هیئت استقلال خواهد بود. هجومی دسته استقلال امکانیت است ضربه زده می شود. اینجا از جانب الک بلسینگ برطرف میکنند. اکنون زود به عکس الهجوم میگذارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. بیاید اینجا موقعیت پیدا می شود. در کنار هستند بازیگرانی که در موقع خالی هستند. امکانیت است و اینجا چگونه ضربه زده نمیتواند بهادر عبدولیف. بسیار هم امکانیت خوب برای تفنگداران به میان میآید، اما چیکار میکند اینجا بهادر عبدولیف؟ کمی به سر و سمگی را داد، توپ رو پیشتر از خود هوا داد، بنابراین سبب نتوانست که از این فرصت استفاده نماید. البته برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش امکانیت هم است که در نبودن رستم یتیموف آنها امروز توانند که به آسانی خط دروازه استقلال را رخنه نمایند. البته امروز بازی کلوب مرکزی ورزشی ارتش تا این لحظه ها خیلی خوب به نظرم میرسد و ببینید که شمس‌الدین قاسموف چگونه یک دسته خوب رو این موسم در هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش تشکیل کرده است و همدیگر فهمی بسیار هم خوب این بازیگران البته دارند. اینجا قاعده بازی هم ویران کرده می شود. تبریز اسلاموف در مبارزه با بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش کمی دغل بازی میکند. اشبوتایف لیگنر است. این موسم به هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش پیوست و پیش از آمدن اشبوتایف در دروازه‌بان اساسی کلوب مرکزی ورزشی ارتش حسین الدین محمد علی بود. امکانیت برای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش ضربه زده می شود اینجا از جانب وایس الدین سفروف و برطرف میکند اکنون محمدین حسنوف. البته باید محمدین امروز از خود هنر و مهارت بالا نشان میدهد و با قبل در نزد رستم یتیموف و در نزد رهبریت باشگاه استقلال او از خود درک بدهد که میتواند جایگزین رستم یتیموف باشد تا دسته نتواند باز برای موقع رستم یتیموف البته دروازه‌بان دیگر را جستجو نماید. امیربک جور با فولو با توپ است. توسط کناری چپ به هجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال. بسیار هم خوب بازی میکنند اینجا. شیروانی و بادشویف از پای میافتد. اینجا چی است؟ پنالتی است یا نه؟ سیاد جان زین‌الدینوف اینجا به چیزی اشاره نمیکند و به جانب مبادشویف اشاره میکند که از جای برخیز و بازی را ادامه بده. اینجا یگان قاعده ویرانکنی نبود. اکنون زود به عکس الهجوم میگذارند سفید پوشوی کلوب مرکزی ورزشی ارتش. هجوم دسته توسط کناری چپ صورت میگیرد.
Muhiddin Odilov, зарба аз ҷониби Вайсиддин Сафаров. Вайсиддин Сафаров дар ҷоми Осиё дар Қатар ба ҳайати тими миллии Тоҷикистон даъват шуда буд. Пас аз оне ки яке аз бозигарони тими миллии Осиё бардошта буд, аммо ӯ онҷо ягон бозиро баргузор накард. Ба ҳар сурат дар ҷоми Осиё будан барои ӯ дар тамринои дастаҷамонаи мунтахаб ширкат варзиданд ва ширкат намудан дар ҷоми Осиё албатта як таҷрибаи хубам гардид. баъдан боз ӯ дар ҳайати то 23 солаи кишвар дар ҷоми Осиё ширкат кард ва онҷо албатта мо шумо шоҳид гардидем ки дастаи мо бозии арзанда нишон дода натавониста буд. ҳуҷуми дастаи Истиқлол тавассути канори рост сурат мегирад. Амадони Камолов инҷо ба танҳоӣ кӯшиш карда истааст ки ҳуҷуми дастаро идома бидиҳад, аммо эрсоле ки ба ҳамлагарон дошт инҷо каме ҳамдигарфаҳмӣ ҳам аз ҷониби бозигарон дида нашуд. акнун инҷо аз лаҳзаҳои такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки воқеан онҷо муқобили Шервони Мабадшоев қоидабозӣ вайрон шуда буд ва ё на. инҷо шумо худ дидед ва қазоват ҳам кардед. агар ба ҳайати дастаҳо ки қаблан бозиҳои хешро баргузор карда буданд мутаваҷҷеҳ шавем, дастаи клуби марказии варзиши артиш дар даври гузашта муқобили Регартадас майдондорӣ карда буд ва онҷо дастаи клуби марказии варзиши артиш як бозии хубро нишон дода буд ва бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе анҷом ёфта буд. агар мо ба ҳамон ҷо ба ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш як назар андозем дар вохӯри имрӯза дида тағйиротҳо на он қадар зиёд дида мешавад. дар он бозӣ аз ҳайати асосии Жан Гатен ба майдон баромада буд. дар ин бозӣ бошад мо Жан Гатенро намебинем. имконият барои бозигарони дастаи Истиқлол, зарба ва гол. инҷо Элеке Блессинг гол мезанад, аммо довари канорӣ байрақчаи хешро боло мебардорад ва ишора мекунад ки Блессинг дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки инҷо воқеан ҳолати нобозӣ буд ва ё на. ба ҳар сурат системавар ҳаст, метавонад ки боз дурусттар ин ҳолатро муайян созад, аммо аллакай доварон қарори ниҳоии хешро бароварданд ки инҷо голи задаи дастаи Истиқлол ба инобат гирифта намешавад. бисёрам ирсоли хубро ба Блессинг анҷом медиҳад инҷо Денис Беганович ва агар ин гол ба инобат гирифта шавад, пас барои Блессинг голи ҳафтум хоҳад буд. ҳоло 6 гол дар ҳисоб дорад Элеке Блессинг ва ин бозигар ҳамчунин муаллифи аввалин хетрик дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон ҳам гардида буд. ба дарвозаи Кӯкдош хетрик кард ва ҳоло Сайёдҷон Зайниддинов бо довароне ки дар ҳуҷраи видеодоварон ҳастанд ин ҳолатро албатта пурсон мешавад ва қарори ниҳоии хешро мебарорад ки онҷо воқеан ҳам Блессинг дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. зуд тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи Истиқлол. Иван Новоселек зарбаи ӯ ба хати ҳамла. имконият барои бозигарони дастаи Истиқлол. зарбаам аз масофаи дур зада мешавад аз ҷониби Мурило де Соуза, аммо Шоҳрухҷон Эшбутаев метавонад ки ин зарбаро бартараф кунад ва нишон медиҳад ки дар мавқеи хеш устувор аст дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши артиш. албатта ӯ нишон медиҳад ки ӯ ин мавсим беҳтарин дарвозабон аст. то 10 бозӣ мавсими имсола танҳо 3 голро аз дохили дарвозааш гирифтааст. дарвозабоне аст ки аз ҳама камтар то даври 10 тӯпҳоро аз дохили дарвозааш гирифтааст.
و پس از الک بلسینگ در فهرست بهترین نشانزن‌های لیگ اولی بازیگری دسته خوجاند ارتیوم سیردیوک با 5 گل می‌ایستد. بعداً از سایت دسته اوسیلوت شریدین بوبویف که 4 گل دارد. به همین ترتیب باز دیگر بازیگران موقعیت گرفتند. کامولوف پاسیو با دسوزا جا درستتر مبادشویف و جلیل فودار کردن نمیتواند موریلو دسوزا. اکنون شاهرخجان اشبوتاев آماده است که از خط دروازه توپ را به بازی درآورد. جو به ما و شما نشان داده می شود نیکولا لازارویچ که به نظر می رسد از بازی دست پرورانش تا این لحظه ها نه آنقدر قناعتمند است، چون که حالا هم حساب در دربی شهر دوشنبه میان دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش گشوده نشده است. در مورد هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش گفتم که در بازی گذشته مقابل ریگر و با خوری امروز تنها یک تغییر دیده می شود که در آن بازی ژان گاتن در میدان بود و در بخوری امروزه باشد. عبدالله شریف اینجا نوفامی هم میانی بازیگران با میان میاد. ببینید که بگانویچ عصبهای خیش رو اداره کردن نمیتواند و کارت زرد هم اینجا نشان داده می شود به بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به انانی جولیوس کواسی. و ببینید که چگونه دغلانه قاعده بازی رو ویران میکند و این هم تا جای خشمی دنیس بگانویچ رو میبیارد. بگانویچ سالی گذشته به هیئت استقلال همراه شده بود. البته بازی خوبی رو ما موسم گذشته در هیئت استقلال دیدیم و به همین خاطر سالی دوم است که در هیئت دسته شهر دوشنبه هنرنمایی را ادامه داده ایستاده است. راهبر هیئت دسته هم از بازی او قناعتمند میباشند. اکنون از ضربه جریمه توپ را به بازی می‌درآورند بازیگران دسته استقلال. جورابویوف دسته استقلال در دو دوره گذشته بازیش رو برگزار نکرد. در بازی مقابل برقچی بود و بازی دیگری دسته باشد مقابل پنجشیر بود به فکرم. بنابر سبب شماره زیادی بازیگران دسته استقلال به هیئت تیم ملی دعوت شدند. در بازی انتخابی مرحله جام جهان 2026 دسته استقلال بازیش رو برگزار نکرده بود و ما شما دیدیم که در بازی مرحله انتخابی جام جهان 2026 تیم ملی تاجیکستان در بازی دوره پنجم در سفر در شهر عمان از تیم ملی اردن با حساب 3-0 ناکام شد و بعدا ما در دوشنبه پاکستان را با حساب 3-0 شکست دادیم و به همین ترتیب نتوانستیم که به دور سوم راه خط بگیریم. با 8 امتیاز در زمینه سوم موقع گرفتیم و اگر در همون بازی دور اولی که ما در شهر دوشنبه اردن را شکست میدادیم 20 ثانیه دیگر در خط دفاع طاقت میکردیم توپ را از داخلی دروازه نمیگرفتیم، پس میتوانستیم که حالا راه خط مرحله سوم را به دست آوریم. ببینید که 20 ثانیه همون گلی که ما از داخلی دروازه گرفتیم در لحظه اخیر ما رو به اون ورد رسانید که ما نتوانیم یک تاریخ نوی رو در فوتبال میهن رقم بزنیم. امکانیت برای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش اینجا توپ را سایه میشوند. امکانیت هست. همه بازیگران دسته استقلال اکثریت آنها در خط دفاع هستند. بختیار عظیموف پاسیو با کواسی اکنون عقب نشینی میکنند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش، چون که در نیمه میدانی خیش دسته استقلال همه موقعیت ها رو پورا به قول محکم کرده است. امکانیت برای کواسی اینجا توپ را از دست میدهد. بگانویچ اسلاموف با پاسای کوتاه اکنون از فشار دسته رقیب میبرند بازیگران دسته استقلال. بسیار هم سرعتی بلند دارد مدانی کمالوف بیاد متوجه میشیم در این بالو بلسینگ در موقع خالی است. کمالوف با بلسینگ پاس میدهد اکنون، اما دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش الکی موقعیت رو اشغال کردند و اینجا باز هم اشاره میشود که بلسینگ در حالت نوبازی است.
ببینید که از مرکز میدان تا خط حمله چگونه زحمت و کوشش کرده کمالوف توپ رو به خط حمله آورد و بلستینگ باشد علاقه مراتب دوم است که در حالت نوبازی پیدا می شود. در حالت اول او از ارسال بگانویچ استفاده برده گل زده بود و حالا باشد باز در حالت نوبازی پیدا می شود. زود از او توپ رو به بازی می درارند تفنگداران. علاقه 23 دقیقه بازی پس سر شد تا هنوز ما متوجه نگردیدیم که در بخوری حساب شده شود. گرچنده که گفتیم بلستینگ گل زد اما گلی زده او در حالت نوبازی بود. اشبوتایف توسط کنار راست به هجوم میگذارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. علاقه یک قطار بازی‌های دور دهم چمپیونات تاجیکستان برگزار شدند. در بازی میانی دسته خوجند و بخش دیروز دسته خوجند توانست که با حساب 2-0 موفقیت به دست آورد. پس از 3 مساوی پای هم دیگر باره عقب‌ها توانستند که شاهد پیروزی را بچشند. حاصلات باشد بر استروشن با حساب 3-1 ظفر یافت در دور دهم و آنها سومین غلبه خویش را در ورزشگاه خانگی به قید گرفتند. دسته بخشی دسته که یگان لیگانر در حیات خویش ندارد، دسته که از بازیگران توپ ساله جوانان منتخب تاجیکستان در حیاتش ترکیب یافته است و این دسته البته ناکامی ها گریبانش را سر نمیدهد. گرچند آنها موسم را بسیار خوب با هنگامه آغاز کرده بودند اما در ادامه ناکامی ها گریبان این دسته را به قبل رها کردنی نیستند. این دسته از پنجشیر دیروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ناکام شد با حساب 3-1. البته آنها حالا بازیشون را در شهر دوشنبه برگزار میکنند چون که ورزشگاه مرکزی شهر ایسار در آنجا کارهای تعمیری آغاز گردیده است و این ورزشگاه پورا باز به استانداردهای بین المللی تعمیر کرده می شود و بعدا باز به استفاده داده می شود. 3 بازی دیروز برگزار شد، 3 بخوری دیگر امروز صورت می گیرند. در یک وقت و ساعت حالا بازی میانی دسته های استقلال کلوب مرکزی ورزشی ارتش ریگرتداز و روشن دایر شده ایستاده است. ریگرتداز و روشن هم بازی به قبل مرکزی دور هم گویم خطا نمی شود، اونجا هم بازی بسیار جالب خواهد بود. بعدا بازی دیگر میانی دسته اسخطه و کوکتوش در شهر خوجند دایر شده ایستاده است و آن بازی برافت آغاز شده بود و کوشش میکنیم که از نتیجه آن بازی هم شما رو برخوردار سازیم. همچنین تماشابینان عزیز معین شد که از تاجیکستان 4 دسته صاحب لیسنزی مسابقه‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای موسم 2024 و 25 صاحب گردیدند. پس از این هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش من در این دوره به شما خواهم گفت امکانیت برای تفنگداران و اینجا وایسیدین سفروف درست‌تر به هم دستش پس دادن نمیتواند. بسیار هم خوب بازی کرده ایستادند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و ببینید که از این امکانیاتی که استفاده بردن نتوانسته ایستادند. فیض دولت هم از جای خویش برخاسته است و در احساسات است. دسته استقلال اجازتنامه با همراهی روشن برای اشتراک در لیگ قهرمان‌های الیت را صاحب شد، یعنی لیگ چمپیون‌های 2 و الیتا و لیگ چمپیون‌های 2 رو باشد. گفتیم استقلال و روشن صاحب شدن در مرحله گروهی اشتراک میکنند. دسته حاصلات و بخشی باشد در لیگ در مسابقه لیگ دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌ورزد و چنان شما میدونید این موسم فرمت برگزاری مسابقه آسیایی در سطح باشگاه تغییر یافت. لیگ قهرمان‌های الیت، لیگ چمپیون‌های 2 و لیگ دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا.
دسته استقلال که هر موسم در لیگ قهرمانان هنرنمایی میکرد، اکنون این موسم در لیگ چمپیونای 2 برآمد میکند. ضربه کنجی نوبتی دسته استقلال، ضربه دومی کنجی آنها است. آن را کاپیتان دسته علیشر جلیلوف به ثمر میرساند. علیشر جلیلوف آسیب داشت در بازی مرحله انتخابی به تیم ملی کمک کرده نتوانست و نبودن او هم شاید باعث شد که ما به دوره سوم راه یافتن نتوانستیم، چون که موقع او پورا در خط نیم محافظه خالی بود و البته امروز باعث خوشایند هم است که او آسیبش شفا یافته است و در هیئت استقلال باز بازی ها را ادامه داده ایستاده است. گفتیم دسته حاصلات و برچه در لیگ دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌ورزند و اینجا شاید برای شما سوال به میان آید که برای چی دیگر دسته خوجان روشن و دیگر دسته نیستند بلکه دسته حاصلات و برچه هستند. این به آن خاطر است که این دسته ها توانستند که حجت‌های ضروری را از دیگر دسته دیده پیشتر و دقیق‌تر به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد نمایند و به همین خاطر دیگر دسته که در این سمت نه آنقدر بیشتر توجه کردن این دسته ها و قبل پیشدستی کرده توانستند که این راحت را به دست آورند. و در مسابقه که گفتیم دسته های روشن و استقلال برآمد میکنند در مسابقه لیگ قهرمانان 2 اونجا مبلغ های جایزه پولی چنین است که من به شما خواهم گفت. دسته که میتواند عنوان قهرمانی را به دست آورد 2.5 میلیون دلار آمریکایی به دست خواهد آورد. دسته که به فینال میبراید 1 میلیون دلار میگیرد و دسته که به دور نیم نهایی راه مییابد صاحب 240,000 دلار آمریکایی خواهد شد. دسته که در مرحله چهارک نهایی هنرنمایی میکند یا خود تا به دور چهارک نهایی راه مییابد اونجا 160,000 دلار میگیرد. دسته که از گروه به دور پلی آف راه مییابد صاحب 80,000 دلار و دسته که البته در مرحله گروهی شرکت می‌ورزد 300,000 دلار صاحب خواهد شد. و علاقه دسته‌های روشن و استقلال صاحب این مبلغ هستند چون که آنها در مرحله گروهی اشتراک می‌کنند. اکنون کارت زرد نوبتی به بازیگر دسته استقلال نشان داده می شود. قبلا از دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش انانی جولیوس کواسی کارت زرد گرفته بود و حالا باشد ایوان نووسلیک کارت زرد میگیرد. ببینید که چگونه قاعده بازی رو ویران کرد در مبارزه مقابل سفروف و زیندینوف هم زود به او کارت زرد نشان داد. علاقه نیم ساعتی بازی پس سر می شود. حساب هنوز هم کشوده نشده است. 0-0 است. این دربی شهر دوشنبه است که حالا ما و شما تماشا داریم میانی دسته‌های استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اکنون موقعیت میگیرد مهردین حسنوف در نزدیک توپ است. عبدالله شریپوف هم این موسم در 10 دوره چمپیونات کشور از زمره بازیگران سرمحصول در هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش بود. اکنون مخلصان دسته ارتش به ما و شما نشان داده می شوند که آنها پر از سربازان هستند و امروز آنها به دستگیری دسته اشان آمدند. اینجا به کجا ضربه میزند عبدالله شریپوف تنها خودش میداند، البته درست حتی توپ را جانب دروازه مهردین حسنوف زدن نمیتواند. بسیار هم بلند، حتی ضربه زده او در آشیانه سیوم هم فکر میکنم گل نمیشد. توسط کنار چپ به هجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال. ضربه اجرا کرده می شود و این نوبت هم شاهرخ جان اشبوتیف میتواند که ضربه زده موریلو د سوزا رو برطرف نماید. علاقه مراتبه دوم است که کوشش های موریلو د سوزا رو میبینیم که سنجیده ایستاده است از موقعیت های گوناگون خط دروازه تفنگداران را، اما اشبوتیف اینجا نشان میدهد که او در هیئت دروازه ارتشیا بسیار هم استوار است و البته 3 گل را از داخل دروازه‌اش گرفته است و من به شما میگویم که کیها توانستند که در 10 دوره موسم امسال لیگ اولی به دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش گل بزنند. پنچر
توانسته بود که در دوره اول به زدن گل دست یابد و اونجا میدونید این گل به دروازه اشبوتایف نبود، چون که اشبوتایف در حیات اساسی بازی را آغاز کرد و بعدا سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش اونجا شمس‌الدین قاسموف بنابر سبب سلب صلاحیت اشتراک نداشت و فیض دولتوف بود. فیض دولتوف اشبوتایف رو عوض کرد و حسین الدین محمد علی رو به میدان برآورد و همونجا در لحظه آخری بازی حسین الدین محمد علی توپ رو از داخلی دروازه‌اش گرفته بود و 2 گل تنها از داخلی دروازه‌اش گرفته است شاهرخ جان اشبوتایف. این بسیار هم اموری خوب است و میدونید بعدا در کدام بازی از داخلی دروازه‌اش توپ گرفت اشبوتایف در بازی مقابل حاصلات نهایی فرخور که 25 می این بازی برگزار شد با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت. بعدا در بازی مقابل ریگارتاداس که بازی 1 میلیون برگزار شده بود و آنجا بازی با حساب 3-1 به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش انجام یافت. اونجا 10 نفر توانستند که ارتشی‌ها پیروزی به دست آورند و ببینید که اینجا هم امکانیت‌ها برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به میان آمده است، اما نمی‌توانند که آنها را درست و دقیق استفاده نمایند و اگر چنین امکانیت‌ها را درست و دقیق استفاده برده نتوانی، پس در فوتبال مقاله است که فکر می‌کنم اون را همه ما و شما خوب می‌دانیم. اگر چنین امکانیت را استفاده برده نتوانند، پس دسته استقلال میتواند که آنها را جزای سخت و سنگینی هم بدهد. باز هم توسط کناری راست به هجوم میگذارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. امکانیت هست، باز هم ضربه زده می شود و پالوتر از دروازه این نوبت ضربه زده بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش ضربه که اجرا کرد عبدالله شریفوف. پالوتر از دروازه میدان را ترک می کند. ببینید که در نیمه اول خیلی هم خوب میدانداری کرده ایستادند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و آنها چنان نشان داده ایستادند که از دسته استقلال هیچ کمی ندارند. گرچه که امکانیت خوب برای دسته استقلال هم بود، اما در برابر آنها کلوب مرکزی ورزشی ارتش هم امکانیت خوبی گلزنی را ببینید از دست داده ایستاده است. اینجا متوجه میشویم که بعضا موارد در خط حمله شیروانی مبادشویف و امادانی کمالوف موقعیت را عوض کرده ایستادند و میبینیم که تا کجا این موقع عوض کنی آنها میتواند به دسته فایده خویش را رساند. اینجا گفتیم کدام دسته ها به دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش گل زدند. اکنون ببینیم که کدام دسته ها به دروازه استقلال گل زدند. در بازی دوره اول استرافشان 1 گل به دروازه استقلال زد. بعدا در بازی مقابل حاصلات ما شاهد گل شدیم. اونجا شریدین بابویف به دروازه استقلال گل زد. گلش را تسجیل نکرد چون که او سابق بازیگری دسته استقلال است. بعدا ریگارتاداس به دروازه استقلال گل زد و در دور آخری که آنها بازیشون رو برگزار کرده بودند مقابل اسقاط، اونجا با حسابی بزرگی 6-1 استقلال مقابل اسقاط پیروزی به دست آورده بود. همونجا 1 گل را از داخلی دروازهشون گرفته بودند بازیگران استقلال. 4 گل را از داخلی دروازهشون گرفتند و در موسم 2024 علاقه بازیگران دسته استقلال 1 جایزه را هم صاحب شدند. حالا پس از این هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش من آن را به شما خواهم گفت. بدون نتیجه اینجا هجوم ارتشی انجام یابد علیشیر جلیلوف پسیو به امادانی کمالوف. کمالوف بسیار هم اینجا سرعت بلند دارد اما نمیتواند که از دفاعگران ارتشی ها گذارد چون که آنها لکه موقع های خیش را اشغال کرده بودند. دسته استقلال توانسته بود که برنده سوپر جام تاجیکستان در سال 2024 شود. این اولین جایزه آنها در این موسم بود. دسته توانست که مرتبه 12 این جایزه را به دست آورد که این البته یک نتیجه رکوردی هم محسوب می شود.
با حسابی 2-1 مقابل دسته روشن در ورزشگاه تالکو آرینا. دستپروران نیکولا لازارویچ پیروزی به دست آورده بودند و این اولین جایزه نیکولا لازارویچ هم باعث سرمربی دسته استقلال محسوب می شود. جلیلوف پسیو به قفا با سوزوکی بود. توسط کناری چپ هجوم دسته استقلال اکنون ادامه می‌یابد. بلسینگ بسیار هم خوب امکانیت اکنون برای بازیگران استقلال و اینجا بسیار هم پسی اولی رو با هم دستش انجام میدهد الیک بلسینگ، اما در نوبت دیگر کمی آنها درست‌تر هم دیگر رو درک کرده هم نتوانستند و هم دفاعگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش صدیروی آنها شدند. امکانیت دیگر باره برای بازیگران استقلال ضربه زده می شود از جانب تبریز اسلاموف. اینجا سال میگذارند دفاعگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. فشار را ادامه میدهند بازیگران دسته استقلال. بسیار هم خوب اینجا بازی میکند کیتا سوزوکی. بازی میان دستای اسخط و کوکتاش به پایان رسید و اونجا میدونید بازی با کدام نتیجه انجام یافت. با حسابی 7-0 اسخط توانسته است که مقابل کوکتاش ظفر یابد و این نتیجه از همه نتیجه بزرگ تا دور دهم لیگ اولی است. ما تنها شاهد غلبه بزرگی استقلال بر کوکتاش گردیده بودیم که اونجا با حسابی بزرگی 6 بر 0 دسته استقلال کوکتاش رو شکست داده بود و اکنون ببینید که دسته اسخط با حسابی 7-0 کوکتاش رو باز شکست میده. کوکتاش در تخمین جدول مسابقات است و البته این دسته نه چندان موسمی خوبی رو پس سر کرده است. نه بس از آنه که آنها موسم گذشته چگونه بازی خوب رو نشان میدن. اکنون مخلصان دسته استقلال با ما و شما نشان داده میشوند و اینجا امین حفیظ و دلناز رحیمی از زمره اشخاص شناخته. اکنون محسن محمدیف او حالا در ایت دسته وحش کار و فعالیت میکند و دومی سالیان زیاد ما خوب در خاطر داریم که محمدیف در ایت دسته استقلال کار میکرد. و پس از برطرف شدن تویر مومینوف باعث سرمربی دسته بخش حالا خود محمدیف این وظیفه را در ایت دسته اجرا کرده است. و با گفت خود محمدیف در روزنه ترانسفری تابستانه در چمپیونات تاجیکستان آنها از بازیگران خارجی به هیئت دسته دعوت به عمل میآورند و دسته را پرقوت هم میکنند. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بدون نتیجه است. چرونی مبادشویوف، بلسینگ، دیگر بار مبادشویوف در بازی مقابل پاکستان با زدن گل دست یافته بود. چرونی، امادونی کمالوف، اسلاموف اکنون با پاس‌های کوتاه کوشش کرده استند که بازیگران استقلال خالگی رو در نیمه میدان ارتشی رو پیدا کنند، اما ببینید که پورا بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش حالا در خط دفاع موقع گرفتند و تا جای ببینید کلوب مرکزی ورزشی ارتش بسیار هم خوب بازی دسته استقلال رو آموخته است. با هر یک هجوم دسته استقلال آنها میتوانند که صد گذارند و این از آن شهادت میدهد که آنها قبل از بازی با استقلال بازی این دسته را در این موسم بسیار خوب آموختند.
کمتر از 3 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مونده است. اونجا فکر میکنم داوران نه اونقدر دقیقه بیشتر رو هم زم خواهند کرد، چون که وقت کشی در قسم اول دیده نمیشد. شاید 2 یا 3 دقیقه زم کرده شود. البته این به فکری من است. حالا وقتی اساسی قسم اولی بازی انجام می‌یابد، ما و شما یک جای با چشم سر خواهیم دید که چند دقیقه زم کرده می شود. کوشش کرده استونند بازیگران دسته استقلال تا به زدن گل دست یابند و با برتری قسم اول رو به انجام رسانند، اما این به آنها دست نداده است. اینجا قاعده بازی رو ویران میکند جلیلوف در مبارزه با انانی جولیوس کواسی و کارت زرد نشون میدهد سیار جان زین‌الدینوف با علیشیر جلیلوف. کارت زرد دومی بازیگران دسته استقلال است، اما از این کارت زرد ما از چهره جلیلوف پی میبریم که نه آنقدر راضی است و واقعا هم ببینید چگونه از پشت قاعده بازی رو ویران کرد و این گونه عمل کرد حتی میتواند به کارت سرخ هم آورده رساند. از پشت قاعده بازی رو ویران کردن البته جزا دارد. خودی بازیگری که از پای افتید انانی جولیوس کواسی، او هم کارت زرد دارد و ما و شما خوب در خاطر داریم که او چگونه مقابل دنیز بیگانویچ قاعده بازی رو دغلانه ویران کرده بود و با این عمل کرد حتی به تورهای عصبی بیگانویچ رسیده بود. حالا زین‌الدینوف اشاره میکند که این بازیگر البته طبیبان به او کمک رسانند بیرون از میدان. اکنون کارگردان فیروز بختی‌بکوف یک مخلصان دسته استقلال، مخلصان کلوب مرکزی ورزش ارتش رو به ما و شما نشان داده استند که امروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مخلصان هم هستند و دستاویشان رو دستگیری کرده استند. البته این بازی مرکزی دور است، دربی شهر دوشنبه بازی است که باید مخلصان از نزدیک آن را تماشا کنند، دستاویشان را دستگیری کنند، گرچه که ورزشگاه مولی مخلصان نیست اما مخلصان هستند. اکنون کارت زرد باز به بازیگر دسته استقلال نشان داده می شود. این نوبت به کیتا سوزوکی کارت زرد نشان میدهد زین‌الدینوف. ببینید که چگونه قاعده بازی را مقابل بهادر عبدولیف ویران میکند. اینجا اکنون بازیگران دسته استقلال 3 کارت زرد دارند، در نوبت خود ارتشیا 1 کارت زرد. اینجا وقتی معین شده قسم اولی بازی هم به انجام رسید، حالا متوجه میشیم که چند دقیقه به قسم اول زم کرده می شود. اینجا خوب درک میکنند بازیگزاری بازیگرانی دسته استقلال را، کلوب مرکزی ورزشی ارتش را، بازیگران دسته استقلال، و ببینید که این بازیگزاری آنها را چگونه برطرف میکنند. 4 دقیقه به قسم اول بازی زم کرده می شود. البته پس از اون که مقابل انانی جولیوس کواسی قاعده بازی ویران کرده شد، به همین خاطر باز دقیقه اعلام نموده بیشتر کردیم. زود از او توپ را به بازی می‌درارند بازیگران دسته استقلال. اینجا اشاره می شود که حالتی نوبازی است، اما به توپ نرسیده بود الیک بلسینگ.
فکر میکنم امروز الک بلسینگ سوپ امروز با دست چپ است خب برخسته است، چون که ببینید که امروز فقط او در حالت نوبازی است و با این بازیگزارش حتی به هجوم‌های دسته استقلال هم مانع کرده است. به جایی که کمک رساند مانع شده است. ببینید در یک حالت محمدانی کمالوف از مرکز میدان توپ را گرفته با سرعت بلند به پیش حرکت کرد و در مسافه 1 متر به بلسینگ پاس داد، اما در حالت نوبازی است. اگر اونجا به بلسینگ پاس نمیداد فکر میکنم خود ضربه میزد، امکانیتی خوبتر برای او پیدا میشد. مباد شویوف، تبریز اسلاموف، بگانویچ، اسلاموف، ارسالی او به بلسینگ، کوشش‌های احمدونی بهر نگاه داشتن توپ در میدان اما موفق نمی‌شود و اینجا هم متوجه میشیم که از کنار راست به کنار چپ گذشته است احمدونی. با شروانی و بچف اونها موقعیت ها رو اینجا هم عوض کردند. ثانیه به شماری وقتی اعلام نموده سایو جون زینالدینوف به قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب 0-0 است تا هنوز حساب در واخوری امروزه کشاده نشده است. بگانویچ، جورابویوف، همینطور صدای که داور اساسی بازی سایو جون زینالدینوف از انجام قسم اولی بازی مرکزی دوری دهم لیگ اولی میان دسته‌های استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش درک میدهد. قسم اولی بازی بدون گل 0-0 انجام یافت و اکنون چند لحظه پس ما باز به قسم دوم بازی برمیگردیم. در نزد اکران خوش دور نروید چون که قسم دوم بازی باز هم جالب تر خواهد بود. Формула-55 объявляет о запуске прогноза на Евро-2024. Теперь вы можете бесплатно сделать прогноз на правильное распределение турнирной таблицы и выиграть потрясающие призы. 5 смартфонов Redmi Note 13 Pro,
دوستان عزیز با قسم دوم بازی میان دسته‌های استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش با ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برمیگردیم. یادآور میشم که قسم اولی بازی میان دسته‌ها با نتیجه مساوی 0-0 به انجام رسیده بود و آنجا از هیئت استقلال الک بلستینگ توانست که به زدن گل دست یابد، اما بعدا معین شد که بلستینگ در حالت نوبازی قرار داشته است و گل او بیکار کرده شد. صدای که داور اساسی بازی سیاد جان زین‌الدینوف بلند میشود و نیمه دوم بازی رو از کنون از مرکز میدان شروع میکنند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. بیاید اکنون ما و شما هم با هیئت دسته‌ها در قسم دوم بازی متوجه میشویم و بعدا باز در مورد دیگر جزئیات قسم اولی بازی به شما خواهیم گفت و همین رو میگم که در هیئت هر دو دسته حالا تغییرات دیده نمیشوند. از هیئت دسته میزبان دسته استقلال آغاز میکنیم. در خط دروازه است رقم 99 محیدین حسنوف، در خط دفاع بازی میکنند ایوان نووسلیک، رقم 33 رقم 6 امیربک جورابویف، رقم 28 کیتا سزوکی، رقم 3 تبریز اسلاموف، در خط نیم محافظ هستند رقم 80 موریلو د ساوزا، 8 دنیز بگانویچ، رقم 10 کاپیتان دسته علیشیر جلیلوف، رقم 11 بوشات شیروانی ماباتشویوف و حملهگران دسته هستند امدانی کمالوف رقم 13 و الک بلسینگ رقم 9. سرمربی دسته استقلال است نیکولا لازارویچ. اکنون با هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش متوجه میشویم. در خط دروازه است رقم 1 شهرخ جان اشبوتایف، در خط دفاع بازی میکنند رقم 10 باکیند بیلونگ جرارد، رقم 4 کامران میرزاخان، رقم 20 کامران ابراهیموف، رقم 3 بختیار عظیموف. اینا دفاعگران دسته بودند. در خط نیم محافظه باشد رقم 6 شیروز شریپوف، 28 انانی جولیوس کواسی، 21 وایسیدین سفاروف، 11 محیدین اودیلوف. حملهگران دسته باشند 18 عبدالله شریپوف و 77 بهادیر عبدوولیوف. سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش شمس‌الدین قاسموف است. در قسم اول بازی هر دو دسته امکانیت‌های خوبی گلزنی داشتند اما نتوانستند که آن را استفاده کنند. فیصدی اداره کنی توپ هم اینجا بیشتر به فایده دسته استقلال بود و از لحاظ ضربه و جانبی دروازه یکدیگر فکر میکنم که هر دو دسته برابر هم بودند، گرچند که یک دو ضربه بیشتر را بازیگران دسته استقلال جانبی دروازه ارتشی روان نموده بودند. و از اینجا هم گفتیم که رستم یتیموف امروز گرچند که به هیئت اساسی دسته استقلال شامل نشده است اما او در ورزشگاه حضور دارد و در تنفس 15 دقیقه هم او به میدان برآمد و با مخلصان دسته استقلال خیر خوش کرد، به آنها توپ داد و به همین ترتیب او آخرین لحظه هایش را در هیئت دسته استقلال گذرانیده ایستاده است و پگاه به دسته رستاف همراه می شود رستم یتیموف و بعدا با دسته رستاف او 5 سال شرطنامه به امضا رسانیده است و اکنون ما دیگر شاید در بازی خانگی تیم ملی رستم یتیموف را باز دیگر باره در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ببینیم. یتیموف از زمره گران ارزشترین بازیگران در تاریخ فوتبال تاجیک گردید که با دیگر دسته گزارش انجام داد. البته دسته استقلال $250,000 هم کار کرد از این ترانسفری رستم یتیموف. اکنون کوشش کرده استوران که دست پروران شمس‌الدین قاسموف بیشتر با پاس‌های کوتاه به هجوم گذارند اما این به آنها دست نداده ایستاده است و ببینید که حتی یاردمچی شمس‌الدین قاسموف فیض دولت هم در موقع خیش نشستن نمیتواند، بسیار پر احساس است و در پهلوی سرمربی او هم کوشش کرده است که بازیگران رو به قول روح بلند کند و با آنها زود فهمانیده است که از کدام موقعیت ها باید به هجوم گذاشت. اینجا به نظر می رسد که اولین تغییرات در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش انجام داده می شود. بازیگر این دسته آماده است که به میدان برآید و حالا پس از چند لحظه ما و شما متوجه میشیم که کی از هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش وارد میدان می شود. و یادآور میشیم که بازی میان دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش 40مین دربی شهر دوشنبه است. امکانیت برای بازیگران استقلال اینجا موفق شدن نمیتواند. اکنون امدانی کمالوف. در قسم اول بازی شاهد 4 کارت زرد شدیم. 3 کارت زرد را بازیگران استقلال، 1 کارت زرد را بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش گرفتند. اکنون از هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش حملهگر شهباز حبیبوف آماده است که به میدان برآید. شهباز اینجا عوض میکند انانی جولیوس کواسی را.
корти зард гирифта буд дар қисми аввал. Анани Ҷулиус Кваси бозӣ бад надошт дар нимаи аввал ва борҳо тавониста буд ки садироҳии ҳамлавии дастаи Истиқлол шавад. Акнун Рустам Ятимов боз рӯи экранҳои мо шумо пайдо мешавад ки албатта гуфтем мо Рустам Ятимовро шояд охирон маротиба дар нишастгоҳҳои варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ба ҳайси бозигари Истиқлол мебинем. шояд боз пас аз анҷоми шартномааш ин бозигар ба Истиқлол ояд. Ин албатта дурнамои ӯ муайян нест. ҳоло Амадони Камолов бо бозигари дастаи клуби марказии варзиши Артиш каме гапҳояшон намепазад ба қавле бо Джерард Билонг. ва бубинед ки инҷо каме дағал бозиам мекунад Билонг. бисёр паси хубро ба Амадони инҷо анҷом медиҳад Кейта Сузуки. акнун инҷо Алишер Ҷалилов ба Амадони мегӯяд ки аз паси бозӣ шав, дигар ин баҳсоро як сӯ гузор, бояд ҳамин таврам шавад. Ҷалилов маслиҳати хуберо инҷо ба Амадони ҷавон анҷом медиҳад. омода аст акнун Шорухҷон Эшбутаев аз хати дарвоза тӯбро ба бозӣ дарорад. ва ман гуфта гузаштам ки аллакай се бозие ки имрӯз бояд дар даври даҳуми лигаи олӣ баргузор мешуд, яке ба анҷом расид. бозии моини дастаҳои Эсхата ва Куктош бо ҳисоби бузурги 7-0 ба фоидаи Эсхата Поёнов. инҷо имконият барои Элека Блессинг. ин навбат дар ҳолати нобозӣ нест. легионери дастаи Истиқлол зарба мезанад ва Эшбутаев метавонад ки онро бартараф кунад. бисёрам дар хати дарвоза имрӯз аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш хуб бозӣ карда истодааст Шорухҷон Эшбутаев. имконияти дигар бора барои бозигарони Истиқлол. инҷо каме ҳамдигарро дурусттар карда натавонистанд. Истиқлол бозии ҳаштумашро дар лигаи олӣ баргузор карда истодааст, гарчанде ки даври даҳум аст. онҳо гуфтем ду бозии захиравӣ дар ихтиёр доранд ва онҳоро метавонанд ки баъдан дар вақти муайяншуда анҷом диҳанд. дастаи клуби марказии варзиши Артиш бошад бозии даҳумашро баргузор карда истодааст. онҳо бозии захиравӣ надоранд ва шумораи имтиёзи ҳарду даста бошад баробар аст. агар бозӣ бо ҳамин натиҷа анҷом ёбад, пас ҳарду даста 22 имтиёзӣ дар ихтиёр хоҳанд дошт. имконият барои бозигарони дастаи Истиқлол зарбам зада мешавад, аммо Амадони Камолов инҷо дурусттар дарвозаи Шорухҷон Эшбутаевро ба нишон гирифтан наметавонад. чӣ гуна имконияти хубро аз даст дод Амадони. инҷо каме фикр мекунам саросема шуд, зарбааш устувор ҳам буд, аммо паҳлӯтар аз дарвоза майдонро тарк кард. дар чаҳоргонаи беҳтаринҳои ҷадвали мусобиқот Регар Тадаз ва Хуҷанд ҳам мавқеият гирифтанд. баъдан ҳосилоти Фархор Равшан, Истаравшан, Эсхата Ваш, Панчер ва ҳамроҳи Барқчеву Куктош бошад дар тахонаи ҷадвали мусобиқот ҳастанд. Эшбутаев акнун тӯбро аз даст медиҳанд артишиҳо. Новоселек, Исломов тавассути канори рост ба ҳуҷум мегузоранд бозигарони дастаи Истиқлол. сад мегузоранд артишиҳо ба ин ҳуҷуми мизбонон. Беганович, Амирбек Ҷурабоев. Амирбек Ҷурабоев ҳам дубора ба ҳайати Истиқлол баргашт. ӯ чанд мавсими охир дар ҳайати бошгоҳи хориҷӣ ҳунарнамоӣ мекард ва ҳоло бо дастаи Истиқлол шартномаи 2 ё 3 сола фикр мекунам ба имзо расонидааст ва ҳоло дар мавсимҳои оянда низ моро дар ҳайати Истиқлол хоҳем дид. Беганович имконият барои бозигарони Истиқлол. инҷо тӯб аз майдон берун шудааст. зарбаи кунҷи акнун
خواست که با علیشر جلیلوف پاس بدهد. اینجا دنیس بگانویچ، اما صد گذاشتند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اکنون گشته و برگشته به ما شما الیک بلسینگ نشان داده می شود، حملهگری مرکزی دسته استقلال که در واقع امروزه ما تنها او را در حالتهای نوبازی دیده ایستادیم. گرچند یک ضربه هم داشت اما آن را برطرف کرد شاهرخ جان اشبوتاєв. کوشش شروانی مبادشویف رو دیدیم. یک ارسالی دیگر به داخلی جریمه‌گاه از ضربه کنجی و این البته موفق شدن نمیتوانند بازیگران دسته میزبان. موریلو د سوزا بود که جایش بلند انجام داد اما ضربه که اجرا کرد اینجا درست‌تر به هدف نرسید. علیشر جلیلوف 3 گل دارد در موسم امساله در هیئت دسته استقلال در لیگ اولی و این 3 گل رو علیشر توانسته بود که در 3 بازی دوره یکم و دوم و سوم در لیگ اولی به ثمر رساند و همانجا در 3 بازی پی هم علیشر جلیلوف توانسته بود که اولین شده حساب را به فایده استقلال باز کند. در بازی مقابل استروشن، بعدا در بازی مقابل بخش و در بازی مقابل کوکتاش. و یادآور میشم که در بازی مقابل کوکتاش علیشر جلیلوف همچنین مؤلف زودترین گل در موسم امساله لیگ اولی هم گردید. در ثانیه 43 فکر میکنم بود آنجا به زدن گل دست یافته بود حملهگری دسته استقلال. در همون بازی باعث حملهگر به میدان برآمده بود علیشر جلیلوف. همچنین بازگشت منوچهر جلیلوف رو هم با هیئت دسته استقلال اینجا قید کنیم. فکر میکنم این مدت است او هم با زدن 3 گل دست یافته است و اکنون شاید در نیمه دوم بازی سرمربی نیکولا لازارویچ هم با جای الیک بلسینگ منوچهر رو به میدان برآورد. منوچهر هم گفتیم 3 گل در اختیار دارد. پس از بیماری که داشت دیگر باره شفا یافت و تمرین‌های دسته برگشت، خود را برقرار نمود. در بازی مقابل استروشن باز دبیوت کرد در هیئت استقلال و به همین ترتیب ما بیشتر موارد حالا او را از هیئت ذخیروی در میدان دیده ایستادیم. کم اینجا اوسه میبردارد امیربک جورابویف. خیلی دغلانه قاعده بازی را مقابل او ویران میکند. بهادر عبدوولیف لیگنری ازبکی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. بر صورت جورابویف خود را خوب احساس میکند و میتواند که بازی را ادامه بدهد. در جام آسیا جورابویف اوسه برداشته بود و نتوانسته بود که در هیئت تیم ملی البته کمک خویش را رساند. در بازی رفیقانه اوسه که برداشت، بعدا به جای او علیشر شکوروف دعوت گردید و به همین ترتیب شکوروف هم اونجا با یک ستاره تازه طلوع در هیئت تیم ملی بود. بسیار هم خوب اونجا میدان داری کرده بود و به همین ترتیب از کوکتاش با دسته گرجستان گزارش کرد و پس از هنرنمای خوب در جام آسیا توانست که توجه دیگر دسته را به خود جلب نماید. شکوروف اینجا با هجوم میگذارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش اما موفق شدن نمیتوانند. اگر امروز بازی دسته مساوی انجام یابد پس این نهمین مساوی در تاریخ بازی بین خودی دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش خواهد بود. اگر استقلال پیروزی به دست آورد پس غلبه 28 استقلال در بازی مقابل ارتشیا خواهد بود و اگر ارتشیا پیروزی به دست آورند پس غلبه 5 آنها محسوب می شود در تاریخ بازی بین خودی. البته با هجوم میگذارند بازیگران استقلال. مبادشویف توپ را از دست میدهد. تلاش‌های بازیگران استقلال. بلسینگ پسی او با شروانی بود اما شروانی توپ را از دست میدهد. اکنون
واسیدین سفاروف با سرعت بلند با پیش حرکت میکند. اینجا توپ رو از دست میدهد. بگانویچ پایگیجی سری وقتی رو انجام داد و اکنون با سرعت بلند با پیش حرکت میکند بگانویچ و اینجا هم نزدیک بود که توپ رو از دست دهد. قاعده بازی مقابل علیشر جلیلوف ایران کرده می شود. و من گفتم که اسخط با حساب بزرگی 7-0 در دور دهم توانست که مقابل کوکتوش پیروزی به دست آورد. این تو دور دهم نتیجه اصلا بزرگ است که با 7 گل دست پیروزی به دست می آورد. و اونجا گفته می شود که از هیئت کوکتوش بازیگران جوانی به تجربه به میدان برآمده بودند و همچنین حالا خبرها در سرخط رسانه‌های خبری چرخ میزنند که کوکتوش در حالت بدی مالیوی قرار دارد. موسم گذشته هم چنین خبرها پخش شده بودند که کوکتوش در وضعیت بدی مالیوی قرار دارد. بعداً باز این حالتها برطرف شد و حالا باشد باز چنین خبرها در مورد دست کوکتوش پیدا شده است. بلسینگ اکنون به هجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال. در مرکز علیشر جلیلوف پسی به کناری چپ با مادونی کامولوف. کامولوف بسیار هم سرعت بلند دارد. هجوم دسته استقلال ادامه می‌یابد. ارسال انجام داده می‌شود. امکانیت هست و اینجا خیلی خوب بازی می‌کنند. اکنون بختیار عظیموف از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و می‌تواند این وضعیت رو برطرف نماید. Гофол! Выход сзади! Спокойно! اکنون در نیمه دوم بازی بیشتر ما توپ را در اختیار بازیگران دسته استقلال دیده ایستادیم. آنها کوشش کرده ایستادند که جلوی بازی را پر به دست گیرند. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش برطرف میکند آن را. جورابویف، سوزوکی، بگانویچ، بلسینگ بسیار هم خوب. دیگر بار بگانویچ پسی او به کناری چپ و مادونی کامولوف. اکنون کامولوف اینجا در مبارزه با دفاعگر کلوب مرکزی ورزش ارتش موفق شدن نمیتواند و از اوت توپ را باید به بازی درآورد. دو تغییرات اکنون یک بار از هیئت دسته استقلال انجام داده می شود. احسانی پنجشنبه و منوچهر جلیلوف آمدند که به میدان برآیند. منوچهر جلیلوف به جای الیک بلسینگ و احسان باشد به جای موریلو د سوزا به میدان می برآیند. گفتیم منوچهر جلیلوف 3 گل در اسم خویش دارد در موسم امساله لیگ اولی کشور. از هیئت ذخیروی به میدان برآمده و توانسته است که به زدن گل ها دست یابد. در بازی دبیوتی خویش هم در موسم امساله لیگ اولی در بازی مقابل استروشن به زدن گل دست یافته بود منوچهر جلیلوف. البته پس از بیماری او بازی دبیوتی انجام داده بود. سفاروف ارسالی ضربه مانندی او بدون نتیجه اینجا انجام می‌یابد. اکنون احسانی پنجشنبه به میدان برآمد. امروز سرمربی به خلاصه آمد که احسان را از هیئت ذخیروی به میدان برآورد. و اینجا ببینید که
احسان حتی صد راهی ضربه بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش هم گردیده است. به نظر می رسد که بسیار هم افسرده حال گردیده است عبدالله شریپوف. شالایاری طبی شاید به او رسانیده شود. اکنون از این فرصتی به میان آمدم بازیگران هر دو دسته کمی به قول نفس‌های خیش رو راست میکنند. طبیبان باشد اینجا به عبدالله شریپوف کمک خیش را رسانیده ایستادند. در دور آینده دسته استقلال با روشن شهر کولاب بازی دارد. این بازی روزی 23 ایون برگزار می شود در ورزشگاه کولاب ارینا. شهرت شانوف و سابق دروازه‌بان دسته بخش حالا روی اکران‌های ما و شما هستند. یکی از آنها مخلصی اشدی فوتبال است، دیگری باشد سابق دروازه‌بان. هجوم دسته استقلال توسط کنار راست صورت میگیرد، باید متوجه میشویم. ارسال انجام داده میشود، امکانیت بود برای احسان. ضربه امدانی و اینجا توپ وارد دروازه نمیگردد. وقت امروز برای امدانی کمالوف آمد نکرده ایستاده است تا مشرف به زدن گل شود. در بازی مقابل پاکستان به زدن گل دست یافته بود امدانی کمالوف هفته گذشته، اما اینجا باشد ببینید که الکی چند امکانیت ها بود برای کمالوف اما توپ وارد دروازه نمی شود. بعداً روز 30 ایون استقلال در سفر با استروشن بازی میکند. دو بازی آنها در سفر است. همچنین در این میان آنها بازی ذخیره را نیز برگزار میکنند. دو بازی که در ذخیره دارند، یکی مقابل برقچی و دیگری مقابل پنجشیر است فکر میکنم. جو کارت زرد از جیب سیاجان زینالدینوف بیرون کرده می شود و شهباز حبیبوف نشان داده می شود. دومین کارت زرد برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و مقابل بگانویچ باز قاعده بازی ویران کرده می شود. اکنون از سایت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش تغییرات دوم انجام داده می شود. امکانیت برای ارتشیو برطرف می کند اینجا مهرالدین حسنوف. محمد اقبال دولتوف به جای عبدالله شریپوف به میدان برآمد. البته عبدالله شریپوف پس از ناراحتی خیش ترک میدان کرد، به طور اجباری او را از میدان نیواز کردند. کارت زرد نوبتی به بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از جانب زینالدینوف. ابراهیموف کامران کارت زرد میگیرد. البته حالا از نوارهای تکراری متوجه میشیم که چگونه پایده بازی را دغلانه ویران کرد بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. ببینید که صد راهی هجومی دسته رقیب شد و چگونه امدانی کمالوف را از پای افتانید. علیشیر جلیلوف کاپیتان دسته در نزد توپ است. مخلصان خردکه که دسته استقلال اینجا آنها را دستگیری دارند. حالا از هیئت هر دو دسته دو تغییراتی رو ما متوجه شدیم. حالا امکانیت های دیگری انجام دادن تغییرات ها هست. از هیئت دسته استقلال بازیگران به مانند احتم نظروف، لوکیچ سلافکو، الکسی لارین، کبیر سلیم شویف، صادق جان قربانوف
حضور دارند. از هیئت ذخیروی کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد جانیبک شریپوف، میسر میرزویف، مظفر سفروف از زمره بازیگرانی هستند که شاید به میدان برآیند. 20 دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی مانده است. حساب تا هنوز در بازی مرکزی دوره دهم میان دسته استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش گشوده نگردیده است. تلاش بازیگران دسته استقلال. احسان، امکانیت است، ضربه و گل. منوچهر جلیلوف در دقیقه 71 بازی ببیند که چگونه با یک اصول زیبا و زدن گل دست می‌یابد و حساب اکنون 1-0. بسیار هم گل زیبایی را به ثمر میرساند منوچهر جلیلوف. البته با این گل زیبای خویش ببینید که چگونه خرسندی و نشاط را اینجا برای مخلصان دسته استقلال میآید و اکنون دلشاد واصف را آغوش میگیرد و ببینید که چگونه ما شاهد یک گل زیبا میشیم. ارسال گل‌آور به نام احسان پنجشنبه ثبت کرده می شود. ببینید که دو بازیگر که از هیئت ذخیروی به میدان برآمدند اینجا یکی به دیگر ارسال گل‌آور انجام میدهد، دیگری باشد گل زیبایی را به ثمر میرساند. گل چهارمی منوچهر بود در موسم امساله لیگ اولی و ببینید که چگونه از میان دو دفاعگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش با اصول قیچی گل زیبایی را به ثمر میرساند منوچهر جلیلوف. و البته بیش رو پایین گل بهترین دوره دهم در لیگ اولی هم دانسته می شود. بسیار هم گل زیبایی را به ثمر رسانید منوچهر جلیلوف. البته او اینجا اکنون ثابت می سازد که از الک بلستینگ دیده او در خط حمله بهتر است. باید در هیئت ذخیروی نباشد و از هیئت اساسی بازی ها را من بعد آغاز نماید. حساب 1-0 به فایده استقلال می شود. این گلی 83 دسته استقلال در بازی ها مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش بود و نزدیک است که دسته استقلال اکنون غلبه 28 مش را مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش به قید گیرد. البته وقتی که بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش امکانیت ها را درست استفاده برده نمیتوانند، پس آنها را دسته استقلال چنین جزا میدهد. آن هم با یک گل زیبا و دیدنی. اگر در خاطر داشته باشد در بازی مقابل کوکتاش ما شاهد چنین گل زیبا گردیده بودیم. اونجا از هیئت استقلال به زدن گل دست یافته بود با اصول قیچی دنیس بگانویچ. اونجا علیشر جلیلوف ارسال گل‌آور انجام داده بود. اینجا باشد احسان پنجشنبه. ارسال دیگری احسان جانب منوچهر، اما این نوبت شاهرخ جانش بود افتبار داشته میگیرد. شاهرخ جان گل سومش را از داخل دروازه اش گرفت در موسم امساله و کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد گل چهارمش را اکنون از داخل دروازه میگیرد. الا استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش هر دو هم در 10 دوره لیگ اولی 4 گلی را از داخل دروازه شان گرفتند. نزدیکند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش که اکنون اولین باخت را در موسم امساله به قید گیرند. وحدت حنانوف هم اینجا بازی را از نزدیک تماشا دارد. به ما و شما نشان داده می شود او در هیئت دسته پرسپولیس ایران قرارداد همکاریش البته به اتمام رسید. به حیث قهرمان در هیئت این دسته او با مخلصان خیر خوش کرد و نزدیک است که او به هیئت دسته‌های کره جنوبی شامل بشود. البته گفت و شنید حالا جریان دارد و شاید موسم آینده ما وحدت حنانوف را در چمپیونات کره جنوبی ببینیم. در اونجا جسی لینگارد بازیگر دسته منچستر یونایتد هنرنمایی میکند در چمپیونات کره جنوبی از بازی‌های به قول ستاره و اگر حنانوف به اونجا رود پس وحدت حنانوف را هم ما در اونجا خواهیم دید. باز هم مقابل بگانویچ قاعده بازی را ویران میکند. اینجا شهباز حبیبوف از میدان گرفته می شود بهادر عبدولیف، اما از این تغییراتی که
شاید سرمربی انجام داد بهادر عبدالولیف بسیار هم ناراضی است و حتی ببینید که با بازیگری که روی بس کردن حتی تصفیه نمی کند. همچنین به میدان میبراید جونیبک شریپوف. رستم دولتوف هم به میدان میبراید به جای بختیار عظیموف. جورابویوف. ارسالی گلووری که احسان پنجشنبه انجام داده است، این ارسالی چهارمی گلووری او در موسم این سال محسوب می شود. علیشر جلیلوف اینجا سه میبردارد. قاعده بازی مقابلی او ویران کرده شد و ببینید که در نیمه دوم بازی ما شاید زیادی قاعده ویران کنی ها شده ایستادیم از جانب بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اینجا کوشش کرد که شیروز شریپوف تو علیشر جلیلوف رو از جایش برخیزاند، اما علیشر جای سوری ناراضگی کرد، گفت که من خودم از جایم برمیخیزم. منوشهر جلیلوف به ما شما نشان داده می شود بهترین نشانزن در هیئت منتخب تاجیکستان. امروز او توانست که در بازی مهم گل زیبایی رو به ثمر رساند. البته تجربه غنی دارد این بازیگر، با 21 گل بهترین نشانزن در تاریخ منتخب تاجیکستان هم هست و شاید اکنون پس از درک دادن خش دیگر باره ما متوجه شویم که منوچهر جلیلوف باز به هیئت منتخب تاجیکستان دعوت کرده شود در بازی آینده. بهار سال 2025 اکنون ما منظورم تیم منتخب تاجیکستان است برای راه یافتن به جام آسیا در سال 2027 تلاش میکنیم. اونجا عبارت از یک گروه عبارت از 4 دسته خواهد بود و یک دسته تنها به دور حذفی جام آسیا راه خواهد یافت. ما تنها یک مرتبه در جام آسیا شرکت ورزیدیم. امسال در قطر منتخب تاجیکستان متوجه شدیم که چگونه هنگامه آفری کرد در اشتراک دبیوتی خش و اونجا ما در مرحله چهارک نهایی از اردن ناکام شدیم و اردن البته حریفی نوبابه برای تیم منتخب تاجیکستان در این موسم بود. مقابل احسان پنجشنبه قاعده بازی ویران کرده شد. احسان خود را خوب احساس میکند و میتواند که بازی را ادامه بدهد. بازی آینده دسته استقلال را گفتم مقابل روشن و استروشن خواهد بود و بعدا دو بازی ذخیروی مقابل برخچی و پنچر. دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در دوره آینده مقابل برخچی بازی میکند، بعدا مقابل پنچر. امکانیت برای بازیگران استقلال و حساب 2-0 می شود. اکنون با گذرا شدن 7 دقیقه گل دوم خش را به ثمر میرساند منوچهر جلیلوف. از هیئت ذخیروی به میدان برآمد، گل زیبایی را به ثمر رسانید و باز باشد گل دوم را به ثمر میرساند منوچهر جلیلوف. گل پنجم او در موسم امسال لیگ اولی خواهد بود و ببینید که از این گل منوچهر برادرش علیشر چگونه خوشحالی میکند. حساب 2-0 به فایده استقلال است. اکنون فکر میکنم کاری کلوب مرکزی ورزشی ارتش اکنون تمام خواهد بود. تغییراتی که انجام داد نیکولا لازارویچ ببینید که چگونه ثمر آورده ایستاده است. فکر میکنم اگر منوچهر رو در
قسمی اول اسایت اساسی به میدان میبرآورد لازارویچ، پس اون امکانیتایی که الک بلسیم استفاده بردن نمیتوانست، پس شاید منوچهر آنها رو درست و دقیق استفاده میکرد. ارسال گل‌آور به نام علیشیر جلیلوف ثبت کرده می شود و ببینید که چگونه ارسالی خوب گل‌آور رو اینجا با برادرش انجام میدهد. علیشیر و منوچهر باشد با یک مهارتی بلند توپ رو واردی دروازه شاهرخ جان اشبوتیف میکند. البته ببینید شاهرخ جان اشبوتیف که به قبل تا دور دهم از داخلی دروازه‌اش تنها 2 گل گرفته بود و از زمره بهترین دروازه‌بان‌ها محسوب شد، امروز 2 گل دیگر رو از داخلی دروازه‌اش محض از منوچهر جلیلوف میگیرد. نزدیک است که دسته استقلال غلبه 28مش رو در بازی مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش تجلیل نماید. و گفتم که دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش روزی 21 میلیون با برخچی و روزی 30 میلیون باشد با پنچیر بازی دارد. بعداً در چمپیونات تاجیکستان ترانسفری تابستانه راه اندازی کرده می شود و بازیو باز سر کرده از ماه اوگوست، انیقترش از 10 اوگوست سر کرده بازیوی من بعده یا خود بازی نیمه دوم موسم شروع می شوند. دهه آخری بازی هم شروع می شود. حساب 2-0 به فایده استقلال است. دربی شهری دوشنبه 40مین بازی میان این دو دسته است که اولو برگزار شده است در دوره بازی دربی دوشنبه شهر یا خود بازی بین خودی این دو دسته. اگر دو بازی ذخیروی رو هم استقلال با پیروزی به انجام رساند، پس ببینید که آنها باز تا کدام اندازه موقع خیش را در صدر جدول مسابقات استوارتر میکنند. پیروزی در این بخوری الکی 3 امتیاز آنها را از کلوب مرکزی ورزشی ارتش از دسته که آنها را در جدول مسابقات تعقیب کرده است را از پیش صف میکند. 2 پیروزی دیگر در بازی ذخیروی نیز ببینید که آنها را حتی تا 9 امتیاز پیشگامتر میکند در جدول مسابقات از کلوب مرکزی ورزشی ارتش، در صورتی که اگر بازی باقی مانده را ارتشی با پیروزی به انجام رساند. کارت زرد میگیرد اینجا کامرانی میرزاخان، کاپیتان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. 3 کارت زرد امروز گرفتند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش: شهباز حبیبوف، انانی جولیوس کواسی و کامرانی میرزاخان. 3 کارت زرد دیگر را بازیگران استقلال گرفتند: امیربک، نه اینجا ایوان نووسلیک، کیتا سوزوکی و علیشیر جلیلوف. 6 کارت زرد در آخرین روزه به بازیگران نشان میدهد سیاد جان زین‌الدینوف. توپ را از دست میدهند اکنون بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. دیگر بار از مرکز میدان باز هجوم دسته را راه اندازی میکنند. مهرالدین حسنوف توپ را داشته میگیرد. توپ را در میدان نگاه داشتن نمیتواند امدانی. با صورت بلند برای نگاه داشتن توپ کوشش کرد، اما
نشد. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش توسط کناری راست ادامه می‌یابد. اینجا از پای میافتد حبیبوف و نمیتواند که پسی هم دستش را قبول نماید. وحدت انانوف در بازی مقابل پاکستان یک گل زیبایی را به ثمر رسانید از سایت منتخب تاجیکستان. اکنون زود به عکس الهجوم میگذارند بازیگران دسته استقلال. امدونی کمالوف پس را از جانب علیشیر جلیلوف قبول میکند. پای بازی کمالوف پسی به علیشیر امکانیت است و ضربه مبادشوف برطرف میکند. اشبوتایف سیفیولی را انجام میدهد. بسیار هم دیگر فهمی خوب از جانب بازیگران استقلال اینجا به نظر رسید، مخصوصا از جانب علیشیر، شروانی و امدونی. امدونی کمالوف کنیت برای منوچهر جلیلوف، اما این نوبت موفق شدن نمیتواند. باز هم کوشش کرد که به وسیله قیچی گل زند، اما این نوبت توپ درست‌تر به پایش نرسید. و انجام گفته می شود که دسته استقلال قبل از بازی با روشن بازی موقف گذاشته را با برخچی انجام میدهد و هفته آینده این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر میگردد. در آن بازی هم استقلال فکر میکنم بدون مشکلی شاید با حساب بزرگ تواند مقابل برخچی پیروزی به دست آورد، چون که دسته برخچی در بازی مقابل استقلال شاید تجربه زیاد هم نداشته باشد، چون که ما دیده استیم که این دسته چگونه در بازی آخری خیش تنها مواجه شکست می شود. استقلال باشد حالا یگان مساوی و حتی یگان باخت هم ندارد. آنها نزدیکند که غلبه هشتمشون را به دست آورند. پایده بازی بیرون کرده می شود از جانب تبریز اسلاموف. 3 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. حساب 2-0 و فایده استقلال است. با دوبلی منوچهر جلیلوف توانسته اصول است که دسته استقلال مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش ظفر یابد و گفتم که گلایی که امروز به ثمر رسانید منوچهر جلیلوف گلای 4م و 5م او در موسم امساله لیگ اولی بود و حالا در فهرست بهترین نشانزنها با به ثمر رسانیدن این گل ها یک بار به موقع دوم میبرد منوچهر جلیلوف. موقع ارتیوم سیردوک را اشغال میکند و اگر یک گل دیگر به ثمر رساند منوچهر جلیلوف، پس او حتی به صدر بهترین نشانزنهای مسابقات در موسم امسال لیگ اولی میبرد. ببینید که از سایت ذخیروی برآمده با چنین موفقیت و دست یافتن بسیار هم خوب است برای منوچهر جلیلوف. اکنون قاعده بازی اینجا مقابل کیتا سوزوکی ویران کرده می شود. یوری تیبی به این بازیگر حالا رسانیده می شود. بازیگر ژاپنی از زمره آن بازیگرانی بود که در ترانسفر گزارش بازیگران از همه آخر به هیئت دسته استقلال پیوست. در روزی آخری روزانه گزارش بازیگران استقلال ما همین بازیگر را خریداری نمود. اینجا هم اکنون ضربه زده شروانی مبادشوف به ما شما نشان داده می شود که چگونه ضربه استوار بود و آن را برطرف کرد اشبوتایف شاهروخ جان. یک سیف اولی را انجام داد در دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ببینید بازی آینده هر دو دسته مقابل برخچی خواهد بود، هم استقلال هم کلوب مرکزی ورزشی ارتش. استقلال بازی موقف گذاشته را مقابل برخچی دایر میکند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد بازی دوره 11 را 19 و 26 است بازی های دسته ها مقابل برخچی. اکنون ثانیه های به شمار
وقت اساسی بازی هم پسی سر شده ایستاده است. امدانی کمالوف با سرعت بلند با پیش حرکت میکند. امدانی پسی و به علیشیر، ضربه علیشیر و سیفی اولی شاهرخ جانش بوتاєв. البته این سیفی اولی او در واخر روزه نیست. پنجم یا ششم سیفی دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در آخر روزه است. جورابویف پسی با ایوان نووسلیک، موریدین حسانوف، جورابویف دیگر بار پسی با نووسلیک، ضربه موریدین به مرکزی میدان، جرارد بیلونگ اینجا توپ را در از پای بازیگران استقلال خوب میگیرد. اکنون دو تغییرات دیگر در هیئت استقلال انجام داده می شود. احتم نظروف و همچنین کبیر سلیمشوف آمدند که به میدان برآیند. امدانی کمالوف از میدان گرفته می شود به جای کبیر سلیمشوف. احتم نظروف باشد به جای کیتا سوزوکی به میدان می برآید. خیلی هم در میدان خوب بازی کرد کیتا سوزوکی. احسان میگوییم به این بازیگر. 6 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود. ببینید که در قسم اول 4 دقیقه بود، در قسم دوم 6 دقیقه. به همین ترتیب دسته ها نزدیک یا خود بیشتر از 100 دقیقه امروز در میدان هنرنمایی کرده ایستادند. جورابویف اینجا درست‌تر توپ رو به شیروانی پس دادن نمیتواند. اکنون احتم نظروف آماده است که از او توپ رو به بازی درآورد. تبریز پسی به قفا به نووسلیک. نظروف اگرچند که در نیمه یکم بازی بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش به قول بازی بهترین خود را مقابل استقلال نشان دادند، اما در نیمه دوم بازی استقلال پورا برتریت را نسبت به دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در میدان داشت. بگانویچ اینجا توپ را از دست میدهد لیگنری دسته استقلال. بکینده بیلون جرارد جو پسی خوب را انجام میدهد به حملگران دسته، اما توپ را درست گرفتن نمیتوانند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اما از خود درک دادن نتوانسته است در خط حمله. شهباز حبیبوف بازیگری که از هیئت ذخیروی به میدان برآمد به جای بهادر عبدولیف، اما نتوانسته است که از خود درک بدهد. با همین ترتیب دسته استقلال نزدیک است که غلبه هشتم خش رو در موسم امسال لیگ اولی به دست آورد. البته آنها 8 بازی 8 غلبه دارند. امور بسیار هم خوب. شماره تناسبی توپایشان باشد پس از 2 گلی که به ثمر رسانیدند 26 بر 4 خواهد بود. البته استقلال از جمله دسته‌ای است که از همه بیشتر نسبت به دیگر دسته‌ها حالا به زدن گل دست یافته است، گرچند که آنها 2 بازی ذخیروی دارند. همچنین دسته استقلال گفتیم غلبه 28 شو در بازی بین خودی مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش حالا به دست آورده ایستاده است. کنیت برای استقلالی ها اینجا احسان موفق نمی شود. خیلی هم خوب بازی میکند اینجا بیلون جرارد. پایده بازی هم مقابل او ویران کرده می شود.
ду голе ки имрӯз ба дарвозаи клуби марказии варзиши артиш заданд бозигарони дастаи Истиқлол, голҳои 83 ва 84 онҳо ба дарвозаи клуби марказии варзиши артиш буд. дар бозиҳои байни худӣ албатта манзурам аст. ҳашт мусовӣ ҳам доранд ин ду даста дар бозиҳои байни худӣ. 4 ғалаба ба фоидаи клуби марказии варзиши артиш ҳам ҳаст. дар 40 бозие ки ин ду даста дар таърихеш дар лигаи олӣ бозӣ карданд. Алишер пасиё ба канори чап ба Эҳсон аст. акнун дар набудани амадони Камолов дар мавқеи ӯ Эҳсони панҷшанбе оло баромад карда истодааст. Шервонӣ имкони зарбазанӣ пайдо намешавад. як зарбаи дигар аз ҷониби Беганович, аммо дурусттар зарба зада наметавонад Беганович. сонияҳои ба шумори бозӣ боқӣ мондааст миёни дастаҳои Истиқлол ва клуби марказии варзиши артиш. Эшбутаев зарбаи ӯ ба маркази майдон. фишор меоранд бозигарони дастаи Истиқлол баҳри ба даст овардани тӯб. ҳоло яке аз бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш худро хуб эҳсос намекунад. ишора мешавад аз ҷониби Саидҷон Зайниддинов ки ёрии тиббӣ ба ӯ расонида шавад. ин бозигар Вайсиддин Сафаров аст. бозиро идома дода наметавонад акнун Вайсиддин Сафаров. ҳоло ӯро аз майдон берун мекунанд. Вайсиддин Сафаров аз зумраи бозигарони калидии дастаи клуби марказии варзиши артиш дар ин мавсим маҳсуб мешавад. ва ин бозигари ҷавон албатта хело ҳам сермаҳсул аст дар ҳайати клуби марказии варзиши артиш. то 10 давре ки бозигаро баргузор кард дастаи клуби марказии варзиши артиш. гуфтем бозии оянда ҳар ду даста муқобили Бахшии шаҳри Ҳисор аст. Истиқлол бозии мавқуф гузоштаро баргузор мекунад. клуби марказии варзиши артиш бошад бозии даври 11-умро. бо ҳамин тартиб бо дубли Манучер Ҷалилов бозии марказии даври 10-уми чемпионати Тоҷикистон ба фоидаи Истиқлол ба анҷом мерасад. беҳтарин бозигари вохӯрӣ Манучер Ҷалилов эътироф карда мешавад ва ба ҳамин тартиб Истиқлол ғалабаи 8-умашро ба даст овард ва ҳоло бо касби 24 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқот мавқеашро устувор мекунад. клуби марказии варзиши артиш бошад аввалин бохташро дар мавсими мисолаи лигаи олӣ ба қайд гирифт. дар ҳамин ҷо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем. бо шумо будам ман Фаридун Сафарзода. сеҳатманду пирӯз бимонед. хайр.
Сзади! Ближе! Дали! Дали!